انسان به هر چیزی که بخواد دست پیدا میکنه اگه از گنجینه درون خودش آگاه باشه. یک قطعه آهنربا میتونه تا 12 برابر وزن خودش رو بلند کنه، اما اگه خاصیت مغناطیسی و آهنربایی نداشته باشه توانایی بلند کردن یک پر رو هم نداره. انسان ها دو دستن. دسته اول فردیه که سرشار از اعتماد به نفس و ایمانه و مثل یک آهنربا جذابه. اون میدونه متولد شده تا به موفقیت دست پیدا کنه. در مقابل فردی که هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره، وجود اون سرشار از ترس و تردیده و هر فرصتی که براش پیش میاد و خودش میگه ممکنه شکست بخورم، ممکنه توسط مردم مسخره بشم. این دسته از افراد توی زندگیشون پیشرفت چندانی ندارن چون از پیشرفت میترسن. ذهن مثل یک باغ و ما باغبون. تمام وقایعی که برای ما رخ میده و شرایطی که در حال حاضر توی اون قرار گرفتیم نتیجه بذرهایی که توی افکارمون کاشتیم. شاید باورش سخت باشه ولی ما نتیجه افکاری هستیم که توی طول روز بهش فکر میکنیم. افراد موفق و ثروتمند همیشه پررو و مثبتن چون با تمام وجود برای خواستشون تلاش میکنن و بهش هم میرسن. چون با تکرار عبارتهای مثبت توی ذهن ناخودآگاهشون سمت این موضوعات حرکت میکنن و به سمت هستی و مثبت اندیشی پیش میرن و توی زندگی همون چیزی که لایقش هستن رو، همون چیزهایی که بذرش رو توی فکرشون کاشتن به واقعیت میپیونده.